این اتاق منه و امروز توی این ویدیو قرار این وسایل هایی که میبینید و توی اتاق هستن رو با هم رنگ بندی کنیم و از 1 تا 10 بهشون نمره بدیم. و قبل اینکه بریم سراغ ویدیو بچه‌ها حتما ویدیو لایک کنید، نظرتون رو کامنت کنید و چنل مطمئن بشید که سابسکرایب بشید. زیاد طولش نمی‌کنم، بریم سراغ ویدیو. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به امچ رنگ بندی کنم، یعنی از بدترین تا بهترین رو بهتون نشون بدم. وقتی خودم دیدم شوکه شدم و کلی خندم گرفت. پس کمربندتون رو ببندید، بریم سراغ ویدیو. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو بچه‌ها حتما ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو کامنت کنید، چنل سابسکرایب کنید. دوستتون رو خیلی زیاد. بریم سراغ ویدیو جذاب و خنده‌دار. بچه این گوشی که رو سینم میبینید و میخواستم براتون تصویر رو از جلو ضبط کنم که ببینید وسیله رو، ولی متاسفانه نشد. وسیله اول، برای وسیله اول من یه شارژر خراب رو انتخاب کردم که نه هیچی، فقط برای دکوره و الان میخوام برای مدت ها دوباره تلاش کنم و ببینم شارژ میکنه یا نه. میخوام تلاش کنم بزنم تو شارژرم کار میکنه یا نه. برای همین من یه تبلت پیدا کردم که بهش بخوره، قدیمیه، با یه گوشی قدیمی. میخوام ببینم الان کار میکنه یا نه. خب بچه‌ها این شارژر الان میخوام بزنم به این کلگی ببینم کار میکنه یا نه. اول بذارید با این تبلت تست کنیم ببینیم شارژش میکنه یا نه. اصلا نمیخوره، سوکتش به این نمیخوره بچه‌ها. انگار با این کار نمیکنه بچه‌ها، این نمیخوره. از تبلت شکست خوردیم متاسفانه. این گوشی قدیمی رو بچه‌ها میخوام امتحان کنم که فکر نکنم مثلا کار کنه، یعنی چه شارژ پیدا کنه، فکر نکنم کار کنه. تو گوشی بچه‌ها از خیلی وقت پیش با منه و یه دوست قدیمی برای من به حساب میشه و اینم نمیخوره بچه، اینم بهش نمیخوره، نمیخوره. پرنگار نمیدونم سوکتای اینا خراب شده یا کلن به این نمیخوره، نمیدونم به هر دلیلی. ولی بچه نمره من به این شارژر اگه بخوام رنگ بندیش کنم نمره 2 از 10 و زیاد طولش نمی‌کنم. بریم سراغ آیتم بعدی. بعد از وسیله اولی که دیدیم الان سراغ بریم وسیله دوم. وسیله دوم بچه چیزی نیست جز چند تا CD قدیمی هن و میخوام دونه دونه نگاه کنم و ببینم چه فیلمایی داریم توش. اول از همه این CD ها که توشون مداخل فقط آهنگ این 3 تا بازسنجی بنتن و در کل بچه این CD ها برای من یک مشت خاطرن و اگه بخوام بهشون 1 تا 10 نمره بدم، نمره من به اینا 7، چون وسایل خاطره انگیزی و نوستالژی هم برام. بریم سراغ آیتم بعدی. بچه ها وسیله بعدی یه دونه نیست بلکه 4 تا وسیله است و ایرپادهای قدیمی منن و اکثریت کار نمیکنن و اگه بخوام نشون بدم این یه دونه، این 2 تا، این 3می و اینم 4می که بچه فقط این کار میکنه، این 3 تا دیگه کار نمیکنن اصلا. بریم سراغ وسیله بعدی، یعنی وسیله 1 2 و اگه داشتم وسیله 3 رد کردیم سراغ وسیله 4. وسیله 4 چیزی نیست جز یه بطری آب که نمیدونم من پشت تخت پیداش کردم، فکر کنم یه چند ماهی از اونجاه و فکر کنم الان آب دیگه مرده است، بازم قابل خوردن میشه خوردش. اوکیه
فقط نمیشتونم هنوز گندم تو اتاقم. فکر کنم باید برم بهتر کنم این بطری رو. و بچه ها نمره من به این بطری قطعا 1 چون فقط تونستم با چند قلوب آب بخورم. جز یه دفتر که من توش کارهای روزانه بشم که باید انجام بدم و نمیدونم چرا بچه سر بودم فکر کردم خیلی منو شاق میکنم. و اگه بخوام یک روز عادیشو براتون بخونم کلا چند روز توش نوشتم، مثلا کاملا ننوشتم. 1 روز، 2 روز، 3 روز، 3 روز و نیم، چون 4 صفحه‌اش خالیه. اگه بخوام صفحه اولشو بذارید براتون بخونم، کار اولا بازی کردن 100% من بچه بودم باید اصلا اول بود باشه این کار. دوم واکینگ دد، بچه من بچه بودم من همچه داریم علاقه خیلی زیادی به واکینگ دد داشتم و زامبی. تا دوست داشتم همیشه یه زامبی اینجا این پنجره بیاد بیرون، من چاقو اگه داشتم بکنم تو مغزش. و کار سوم حموم رفتن، نهار خوردن، خونه عمه، ماشین. نه چرا ماشین نوشتم، فکر کنم می‌خواستم یه ماشین بسازم باز خودم. یوتیوب نوشتم، لباس پوشیدن، نقاشی، تمرین زبان اسپانیایی. این از این پا بگذاریم، مثلا یادم نمیادم که کاری کرد. تمیز کردن اتاق، تمیز کردن دسته PS4، تمرین زبان. من نوشتم زبان اسپانیایی. اگه بخوام به این دفتر نمره بدم چیز خوبیه، ولی من چون این بچه اسکول بودم توش هیچی نمی‌نوشتم، از کنم فلان 3-4 توش نوشتم. چیز باحالی بود اون موقع ولی من ازش استفاده نکردم. اگه بخوام نمره بهش بدم من نظر خودم، نمره من 4 از 10. بریم سراغ آیتم بعدی. یه ساعت رومیزی مثلا کار نمیکنه ولی زیبایی داره، عقرباش نافه ثابته، خودش زیبایی حساب میشه. این ساعت چون منو سر مدرسه و کلی کارهای دیگه خیلی بیدار کرده و ازش متنفرم، شاید از 10 نمره 2 بدم بهش. بعضی وقتا آره شاید به دردم خورد اگه بخوام صبح زود پاشم، ولی برای مدرسه نه. بریم سراغ آیتم 7. نقاشی داریم که من پیکاسو بودم هم تو این دفتر ثابت کردم و واو چیا توش دارم. نکنم چیز خاصی داشته باشه. خالیه چرا؟ چرا خالیه؟ واه بچه اینجا اگه کسی که انیمه ناروتو رو دیدن یه شخصیتی داره به اسم گارا. من اون موقع خواستم اینو بکشم و یه ذره شبیه شه، یعنی زیاد اونقدر بد نیست. بچه ها کارکتر رو حدس بزنید، اینا کامنت هستین قرار بود این کی بشه. بچه شاید باورتون نشه این مفاصل شبیه ارن بشه تو اتک آن تایتان. و فکر نکنم زیر شبیه شده باشه. نقاشیه و ادی یه 2 موز داره. اینو باید بگذاریم دیگه. یه صندلی هم داریم که بیسی بفتم. فکر نکنم خودم کشیده باشم، پول میدم بچه ها برای میکشن. و بخوام اگه نمره بدم به این، من اثرات هنری رو توی این پیاده میکردم مثل ارهن. و اگه بخوام نمره بدم نمره من 8 از 10. واقعا نمره خوبی بود. بریم سراغ آیتم بعدی، آیتم آخر. بچه ها برای آیتم بعدی باید صندلی بذارم اون بعد. بچه ها میرسیم با آیتم آخر، یعنی آیتم 9. بچه ها اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومد این ویدیو حتما لایک کنید، نظرتون کامنت کنید و چنل مطمئن باشید استاپ دارید. بریم سراغ آیتم آخر. بریم اینجا که بچه بودم با این فاز نیمار و یه برزیلی خفن رو داشتم و
و اصلا یادم نمیاد که من تو فوتبال انقدر خوب بوده باشم و حتی نمیتونم پای بزنم. رکوردم 2 تاه و مطمئنم هیچ کس نمیتونه این جهان رکورد من بزنه. فکر نکن. خب بچه ها اگر بخوام من به این توپ نمره بدم، این خیلی خاطرات قشنگی برای من ساخت توی بچگی و نمره من 10,000. خب بچه اینم از رنگ بندی عجیب اتاق من و اگه بخوام بهترین و بدترین آیتم رو بهتون بگم، بدترین آیتم توی رنگ بندی میشه شارژر خراب و بهترین آیتم ها میشه توپ و دفتر نقاشی. بچه ها شما حتما تو کامنت های چه وسیله‌ای توی اتاقتون دارید که هیچ استفاده هنوز ازش نمی‌کنید. بچه ها به پایان این ویدیو رسیدیم، ویدیو لایک کنید، چنل ساب کنید که قراره کلی چالش های خفن تو امج مومنت با هم داشته باشیم. تا ویدیو بعدی فعلا.